جان صبر کن ندم ویدیوی بعدی. دیدن این فیلم چند دقیقه‌ای برای هر کدام از ما لازمه که دم از گردشگری و نمایشگاه و فستیوال میزنیم و حتما باید ببینیم. عزیز ما در 56مین دوره برگزاری نمایشگاه برنج هستیم که در ایزولا دل اسکالا هستش، یکی از شهرک‌های کوچیک نزدیک ورونا. نکته جالب توجه اینه که براتون شاید خیلی جذاب باشه، هر سال 800,000 نفر از این نمایشگاه دیدن میکنن و براشون این نمایشگاه جز مهمترین نمایشگاه تقویم سالانه به حساب میاد. کل 800,000 نفری که میان در این یک ماهه میان اینجا جمع میشن و غذا میخورن. دو فضای آزاد و بیرون هم وجود داره که به صورت پیش ساخته برای این یک ماه ساخته میشه. و جالب اینجاست که بعد از یک ماه و اتمام نمایشگاه کل این سوله ها جمع میشه و دوباره به زمین کشاورزی تبدیل میشه. اینجا غذا رو به صورت الکترونیک سفارش میدن. هر کس که وارد این نمایشگاه میشه 20 یورو حداقل هزینه غذاشه. 800,000 نفر اگر هر نفر 20 یورو غذا بخوره اینجا، معادل آن برابر است با 16 میلیون یورو. بخش دیگه ای از درآمد نمایشگاه از فروش غرفه ها هستش که نمایشگاه امسال 35,000 متر زمین در قبال 8 متر 125 یورو فروخته که این مبلغ برابر است با 4,375,000 یورو. یه دقیقه صبر کن. باز هم هست. اینجا یه مزرعه‌ای هست که بازدید کننده ها بچه هاشون رو برای بازدید از حیوانات خانگی میارن اینجا که هر ساله بیش از 20,000 نفر از این مزرعه کودک بازدید میکنن. از این افراد ورودی گرفته میشه و بر اساس آمار پارسال 200,000 یورو درآمد این مجموعه هست. درآمدزایی دیگه نمایشگاه همین شهربازیه که سالانه بیشتر از 300,000 بلیت میفروشه. هر بلیت بازی اینجا 5 یورو هست که میشه معادل 1,500,000 یورو. اینجا اسپانسرهای مختلفی هستن که فقط تعدادشون 800,000 یورو پول اسپانسر به نمایشگاه دادن. برند فورد هم یکی از اسپانسرهای مهم این نمایشگاه هستش.
و نکته جالب توجه این که این جمعیتی که میبینید نصف این جمعیت از شهرهای اطراف، از کشورهای اطراف میان. در دوران نمایشگاه تمام هتل‌های این شهر پر و میلیون‌ها یورو درآمد این هتل‌ها که البته بخشی از درآمد این هتل‌ها به عنوان تکس به شهرداری‌ها تعلق میگیره. بیشتر مردم از مرکز شهر توسط حمل و نقل عمومی به مرکز برگزاری نمایشگاه میرن که هزینه هر بلیط برای رفتن به مرکز جشنواره برابر است با 4 یورو. اینجا سیستم حمل و نقل در دست شهرداریه و راننده ها کارمند هستند. عملاً این مبلغ که برابر است با 2,250,000 یورو مستقیم تو جیب شهرداری میره. علاوه بر این میلیون ها یورو محصول اینجا به فروش میره. اگر ما بیایم هزینه ها رو از درآمد جشنواره کم بکنیم، سود این شهر کوچک از برگزاری این جشنواره برابر است با نصف بودجه یک سال کرمانشاه. ساله در شهر ورونا تعداد بسیار زیادی نمایشگاه‌های بین‌المللی اجرا میشه، مثل اسب، کشاورزی، عروس و بی نهایت نمایشگاه‌های مهم که این جشنواره کوچکترین جشنواره ورونا هستش. شهرداری ایزولا دل اسکالا با این جشنواره هم اقتصاد خودش رو تقویت میکنه، هم آداب و رسوم خودش رو به جهانیان معرفی میکنه. به کرمانشاه بیای جان دیار عاشقان. کرمانشاه شهر خلاق خوراک است و مهد موسیقی و صدها آیین غنی. بۆ ئەوەی لە کرماشانی خۆمان ئەقوام و مەزاهب و نەحلەهای فکری جۆراجۆر پێکەوە کە بەهۆی ئەم کەلتور و وێژە و مێژووە قوڵەی کرماشان دەتوانین سەدان فستیواڵ پێناسە بکەین و پلانی بۆ دابڕژین و بەڕێوەی ببین کە فستیواڵی برنجی وەرەنا نەتوانێت بە باڵای بچووکترینیان بگات. هر جور اروپایی دیمه نباید همچین فستیوالی داشت توی من که هم کلتورمان بپارێزین هم بە بۆنەی ئەم جۆرە فستیواڵانە ئابووری وڵاتەکەمان بگەشێنینەوە. لە خراسانê باکوورê وقت چاندê me û cilûbergê me û ew ferhengê me tijiye û qeniye saçê wendê misalê naxirî eger em bikunî lewendê va çanda va kara bela kinî چقدر اشتغالزایی ایجاد توسط خلکه ما. خراسان یکی از بزرگترین تولید کننده های زرشک، زعفرون و سنگ فیروزه دنیاست. آیا ما نمیتونیم همچین جشنواره های تحت عنوان جشنواره سنگ فیروزه، زعفرون و زرشک رو در سطح استان برگزار کنیم که هم به نفع مردم و هم به نفع دولت باشه؟ یا آیین ها و فرهنگ های مختلف مردم رو به صورت جشنواره به جهان معرفی کنیم؟ کرمانشاه و خراسان اینقدر قابلیت داره؟ کل ایران رو در نظر بگیر. اگر کل ایران رو بگیم پس چی؟ ما داریم ظلم میکنیم هم به فرهنگمون هم به اقتصادی که از این فرهنگ تغذیه میشه.